عزیز چنل تایگر سکیوریتی. در این ویدیو میخوایم به شما آموزش بدیم که چطوری میتونید بدون نیاز به کامپیوتر یک هکر بشید. دوستان برای این کار اول باید نرم افزار ترموکس رو دانلود کنید. میتونید از گوگل پلی دانلود کنید و من لینک گیت هابش رو میذارم براتون، لینک آخرین نسخه و معتبره. و تمامی ابزارها و کتابخونه هایی که در این ویدیو استفاده شده رو هم داخل کانال تلگرام براتون میذارم و دیگه بتونید استفاده کنید و حالش رو ببرید. که در ویدیوهای آینده هم آموزش های بیشتری در رابطه با این نرم افزار میذارم، چطوری محیطش رو خوب کنیم و غیره و آموزش های دیگر. خب دوستان، اولین کاری که باید بکنیم وقتی که نرم افزار ترموکس رو دانلود کردیم، از گوگل پلی یا حالا از گیت هاب وارد نرم افزار میشیم به این صورت. خب دوستان، در این قسمت ما باید چندین پیش نیازهای ترموکس رو نصب کنیم. اولین پیش نیاز که من داخل کانال تلگرام هم گذاشتم برای شما، مرحله اول آپدیت ترموکس و پکیج ها هستش که همینطور مشاهده میکنید. شما با زدن پکیج آپدیت و پکیج آپگرید وای، عبارات وای که یعنی برای همه کتابخونه و پکیج هاست. در قسمت دوم ابزارهای پایه و ضروریه دوستان که پکیج اینستال گیت برای لینک های گیت هاب که بتونید از ابزارهایی که در گیت هاب منتشر شده استفاده کنید. دومین گزینه که مهمترینشون پکیج اینستال پایتون هستش که پایتون رو نصب میکنه. شما به دو نسخه پایتون نیاز دارید، یک پایتون معمولی و یک پایتون نسخه 2. اینا رو نیاز دارید دوستان. و در قسمت بعدی ما به پکیج اینستال کارل نیاز داریم که برای درجه فایل ها هستش و از غیره. دوستان همه اینا رو باید شما دانلود کنید و من همشون رو براتون توی کانال تلگرام میذارم که بتونید کامل استفاده کنید. این ابزارها و چندین ابزارهای دیگه رو هم براتون داخل کانال میذارم، حتما استفاده کنید و دیگه حالشو ببرید. خب ببینید، یک سری عبارت ها هستش داخل ترموکس که من کامل ترش تو ویدیوهای دیگه براتون میگیرم، ولی حالا ابزارهایی که مثلا مورد استفاده CMD ها و کد هایی که مثلا استفاده بیشتر LS هستش. میبینید که LS کلی ابزار برامون میاره که به این شکل هستش. و دوم چیز CD هستش. CD یعنی وارد شدن در اون گوشه‌ای که میخواید. مثلا ما CD در فضای گوشی اسم می‌گیریم و می‌بینیم که وارد فضای حافظه گوشیمون شدیم با اونها و قسمت‌های دیگه. اگه بخواید دوباره برگردید به اون قسمت، CD رو دوباره می‌زنید و می‌بینید که وارد برگشت زدیم به قسمت قبل. همیشه وقتی که میخواین از ترموکس استفاده کنید حتما یه فیلتر شکن بزنید. هر فیلتر شکن فرق نمیکنه، فقط یه فیلتر شکن بزنید، چون بعضی از API های ترموکس ممکنه برای آن تحریم باشن و وقتی که APT آپدیت رو میزنید شاید بعضی هاشون آپدیت نشن و ارور میدن.